بایستی موامو درست کنم. به کانال یوتیوب من خوش اومدین. من نرگس صالحی، مدرس ناخون، اولین ویدیو از کانال یوتیوب هم میخوام براتون بذارم. اول از همه سابسکرایب کنید، لایک و کامنت یادتون نره و در آخر زنگولرم فشار بدین. مرسی. تویی که داری من از پیج اینستان دنبال میکنی و این ویدیو رو میبینی، قراره خبر خوبی رو بهت بدم. خبر خوب اینه که قرار دوره آنلاین و ضبط و در حال ضبط ویدیوها هستیم و به خاطر همینه که من تصمیم گرفتم در حین ضبط ویدیوهای دوره آنلاین بشینم یه ویدیوهایی توی چنل یوتیوبم بذارم و خواسته که از شما دارم اینه که چه مدرسی رو انتخاب میکنید برای دوره های ناخون یا هر دوره آموزشی. به نظر شما مهمترین ملاک یک مدرس چیه؟ چه چیزی باعث میشه که شما یه مدرس رو به عنوان چیزی که میخواین تازه آموزش ببینید، حرفه‌ای بشین توی اونلاین انتخاب کنید؟ از شما خواهش میکنم که همه اینا رو توی کامنت ها بهم بگین و توی ویدیو دوم میخوام خیلی مفید، خیلی واضح تر براتون حرف بزنم، چون ویدیو اولی که میخوام بذارم تایمش خیلی کمتره تا ویدیوهای بعدی و کامنتاتون خیلی برام مهمه و کمک میکنه و میخوام از کامنتاتون خیلی پوان مثبتی بگیرم و به خاطر همینه که ازتون میخوام همه سوالاتتون و ملاکاتون در مورد یک مدرس، چه ملاکی چه هدفی از یک مدرس دارین رو حتما توی کامنت ها برام بنویسین.